بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، یک کمتر معلومات میخواستم درباره خود این دادگاه و روند آماده شدن و محتوای این شکایت خدمتتون معلومات رو ارائه کنم. امیدوارم که هم برای شما مفید باشد و هم برای جامعه. خود این دادگاه، ما اصلا چند دادگاه داریم. یکی دادگاه بین المللی تابع به سازمان ملل که در آن بیشتر دعوای حکومت ها، کشورها بین یکدیگر و یا سازمان های بین المللی بحث و بررسی میشد، مطرح میشد. در اونجا شهروندان یا احزاب اینها حق بردن شکایت رو معمولا ندارند مگر در حالت های استثنایی. خب دیگر دادگاه های بین المللی اقتصادی و تجاری هست. اما این دادگاه بین المللی گاگا یا حق، این یک دادگاه وسیع‌تر هست. این دادگاه جنایی هست و نه تنها حکومت های عضو بلکه سازمان ها و حتی یک انسان هم، یک شهروند هم میتواند با آن دعوا شکایت پیشنهاد کند با رعایت طلبات و شرایط های لازمه. یکی از طلبات هایی که برای شهروندان و احزاب داده می شود، به شرطی که در کشور خودش امکانیت دسترسی به دادگاه ها و عدالت سعودی نباشد، که جمهوری تاجیکستان طبیعی است که یکی از چنین کشورهاست که در آن عدالت سعودی وجود ندارد و این به همگان معلوم است. بنابر همین وکیلان ما هم بدون دودیلگی گفتند که ما حق شکایت به این دادگاه را داریم. خب این فعالیت از آماده کردن پرونده، اصلا خودی همین ایده برای کشاندن حکومت جمهوری تاجیکستان با آقای محمد رحمان به دادگاه بین المللی بر وقت خیلی زودتر پیدا شده بود. اما ما نیاز به آن داشتیم که با دایره های بین المللی صحبت کنیم و امکانیت خودمان را بسنجیم، امکان سنجی کنیم که آیا قدرت و توان این را داریم یا نه. اگر داریم چگونه، کی، با کدام راه، و اگر نداریم آیا می ارزد که وقت و انرژی و امکانات ما رو صرف این کار کنیم. بعد از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که امکان دارد، به شرطی که ما مصمم باشیم، جدی کار کنیم و در آماده کردن این پرونده ها سهلنگاری نشان ندهیم. و بالاخره دیگر تصمیم گرفته شد. اما چون شرایط هنگام مشورت با دایره های بین المللی، با ادوکت ها، با اون سازمان هایی که با ما همکاری کردن میخواستن، وقتی که ما تکتیک کاری را بحث و بررسی میکردیم به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر که ما خاموش، آرام و بدون هنگامه و ولوله و سینساتیا ساختن پیش برویم، همون قدر به نفع کار خواهد شد. چرا؟ برای آنکه طرف دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان و در مجموع کسانی که علیه نهضت هستند، علیه مبارزین هستند، علیه مخالفین تاجیک هستند، امکانیت های خیلی قوی دارند برای مانع تراشیدن، برای خلل رساندن و اصلا پیش راه این روند رو گرفتن. ما این تجربه را در حالت های دیگر داریم و یادمان نرود که خیلی از کشورهای قدرتمند دنیا یا این دادگاه را اعتراف ندارن، حکمیان را قبول ندارن، یا علاکه یک موقع زیدی آن گرفتن که اونها در سطح جهانی خیلی پرنفوذن. شروع کرده از امریکا با رهبری ترامپ، که حتی نسبت اعضایان این دادگاه، سودیه ها، پرکرارها تحریم جاری کرد. اینها دیگر ویزای امریکا را گرفتن نمیتوانند. اسرائیل، روسیه، چین و چندین کشورهای در مجموع عالم دیکتاتوری که متاسفانه امریکا هم با آنها، امریکای امروزه البته، پیوست، اینا در مجموع علیه دادگاه بین المللی جنایی موقع گرفتند و یعنی اون تکتیک انتخاب کرده ما از اول نشان داد که، امروز نشان داد که این تکتیک درست بوده است. و خدا را شکر این کار بسیار هم پرحجم و کار بسیار هم جدی، پرحجم هم از لحاظ مواد، هم از لحاظ وقت، هم از لحاظ امکانات و مبلغ اینها، ما توانستیم در مدت این 4 سال بعد از آن که تصمیم گرفته شد و به اصطلاح استارت این کار زده شد، کار به این درجه رسید که امروز دیگر این ما به نتیجه رسیدیم که این شکایت رسما پیشنهاد شود. اما انتخاب وقت هم دوستان خیلی مهم است. چرا؟
ما مثلا یک سال پیش این را پیشنهاد نکردیم یا یک سال دیرتر پیشنهاد نکردیم. ما از روی برنامه خودمون مثلا وقتی که چند ماه پیش ما یکی از جلسه ها رو با ادوکات ها گذراندیم در پاریژ، این بود نتیجه که کار نزدیک 80% 85% آماده است. ما بهترش که در سال 2026 با یک آمادگی بیشتر و کاملتر به دادگاه مراجعت کنیم. اما بعدا در این جلسه اخیر یک ماه قبل ما به این نتیجه رسیدیم که سرعت کار را بتیزانیم. چرا؟ و از سال 2025 دیگر تاخیر نشود، دیر نشود، به خاطر آنکه در سطح جهانی فشار بالای نه تنها این دادگاه بین المللی بلکه بالای تمامی سازمان ها و گروه های و کشورهای، حتی کشورهایی که رو به دموکراسی هستند، حقوق بشر در آن رعایت می شود و برای آزادی ها و عدالت تلاش میکنند، فشار روز به روز زیاد شده ایستاده است و این کارهایی که ترامپ کرده ایستاده است در سطح جهان برای ما پیامدهای خوب ندارد. ما اگر منتظر شویم سال 2026، شاید که در اون وقت هم دادگاه بین المللی اون جایگاه رو نخواهد داشت، هم همکارانی ما، سازمان هایی که با ما همکاری کرده ایستادن و ما وضعیتمان از این بدتر خواهد شد. و بنابراین همین در یک دو ماه اخیر کار خیلی از لحاظ حجم و از لحاظ وقت و انرژی باز هم، یعنی فشار بالای کار بیشتر گذاشته شد تا اینکه بالاخره در این مرحله تمام شد و شکایت تصمیم گرفتیم که روزی دهم این شکایت رسما فرستاده شد. و حتی ببینید دوستان، در همین تکتیکی چگونه نشر کردن، کی نشر کردن، اول کی نشر کند، آیا وکیل، آیا ما، یا هر اینا همش در این گونه حالات بدون مشورت نمیشه. حالا بعضی از دوستان خیلی هم مسئله رو احساس کرده ایستادم که ساده مینگرن، خیلی تلاش میکنن که این رو یک چیزی، حالا همینطور به گفت عربا عشوایی، یک مسئله نه چندان مهم که حالا یک کس خواست تصمیم گرفت این کار، یک نامه فرستاد، یک شکایت فرستاد. نه دوستان، این مسئله این طور نیست و من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران که مسئله را نه تنها کوچک نگیرن بلکه تلاش برای کوچک نمایی آن نکنن. البته تلاش هم برای زیاده روی در مسئله بزرگ نشان دادن آن هم نشود. ما نه افراط کنیم نه تفرید. حالا من شاید بگویم که افراط کدام حالت میشد. افراط این میشود که ما مثلا تصور کنیم که همین دیگر این شکایت رسمی وارد شد، تمام کار رحمان تمام است و دیگر او به دادگاه جنایتی حتما حکم صادر می شود و ما پیروز می شویم. نه، این واقعا افراط در شناخت مسئله هست. حتی قضیه های از ما، نگویم قضیه های قوی تر، بلکه طرف های از ما قوی تر نتونستن پروندهشون رو در دادگاه بین المللی به نتیجه برسانند. مثل بلاروسا که در پس قضیه بلاروسا تنها یک حزب یا حرکت نبود، کشورها بودند. ما مثلا هیچ کشور تا حال در هیچ کشوری عضو را از 120 کشور اعضا در پرونده خودمون همراه نداریم، ولی بلاروسا داشتن، اوکراین ها زیر پوتین داشتن، در پس پرونده نتانیاهو افریقای جنوبی، ترکیه و ده ها کشورهای دیگری عضو و قوی بودند ولی موفق نشدن. حالا نتانیاهو موفق شد ولی بلاروسا نشدن. قضیه اویغورها علیه چین، با وجود آنکه هم امریکا منفعت دار بود در زمان بایدن و اروپا منفعت دار بود، ولی موفق نشدن حتی به مرحله که شدن پرونده تفتیشاتی هم نرسید. و این افراط می شود اگر ما بگیم که کار با همین تمام شد و قضیه رحمان تمام شد. اما تفریط هم نباید باشد که سهلنگاری، ناچیز نشان دادن، کم نشان دادن. نه، این طور نیست برادران. این واقعا یک کار تاریخی است. حالا نه به خاطر آنکه خب دوستان فکر کنن که چون ما در اول و در رأس و در ایده و در همه کار این قضیه شریک بودیم و این را میخواهیم بزرگ نمایی کنیم چون به نفع ما هست. نه، این به نفع شخصی یک نفر دو نفر نیست، این به نفع اصلا ملت است، حتی به نفع منطقه است. دیروز من وقتی که این توییت عربی هم رو روان کردم، یکی از برادران خیلی مؤثر در عالم اسلامی، بخصوص در بخش رسانه‌ای،
که یکی از قوی ترین مجله های عربی زبان اسلامی را سرمحررش هست، وقتی اون قضیه رو درک کرد و فعال شد، یک بار همون توییت عربی من که در دوام 3 روز یا 4 روز از 500 بیننده بیشتر نداشت و بیشتر از 2000 رسید. چرا؟ برای که اونها مسئله رو درک کردن و گفتن که، حتی گفت که این بار اول است در تاریخ حزب و حرکت های اسلامی که یک حزب اسلامی موفق میشد پروندهش را حتی به دادگاه بین المللی ببرد. قبلا اونا هم اعتراف کرده بودند که نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب اسلامی است که در سطح جهانی توانسته 13 پرونده رهبریتش را به کمیته حقوق بشری سازمان ملل برد. یگان گروه اسلامی دیگر، حتی غیر اسلامی هم، نه از اخوانی و نه از دیگرها به این موافقت نایل نشدند. و چه رسد به اینکه همین جنایت ها علیه اخوان المسلمین در سوریه، علیه نهضت در تونس، علیه حتی همین اخوانی ها در سوریه که بشار اسد چه جنایت های حافظ اسد کرده بود، ولی هیچ کدام اینها پروندهشون رو نتونستن به سازمان ملل یا به دادگاه بین المللی برند. و کسانی که در سطح جهانی فکر میکنن، مکانیزم های جهانی را میدانند، اینها درک میکنن که این چی هست. اما کسانی که در همون حالا بگیم در همون کوچه و پس کوچه یا حوزه فکری محدود خود باقی موندن، اینا یا نمیفهمن یا اگر درک هم کرده باشن تلاش میکنن که این را ناچیز بگیرن، چون با کدام دلیل، با کدام تعصب، با کدام مسئله خب نمیخواهم که این مسئله به این شکل مطرح شود. و این است که من میگم نه تفرید شود نه افراط، و ما باید خیلی در اینجا هوشیارانه عمل کنیم. اما بخصوص برای ما در پیمان ملی، در نهضت اسلامی تاجیکستان و حتی کسانی هم که بیرون از پیمان و نهضتن اما قضیه را قضیه ملی میدانن و احساس میشود که اونهایی که قضیه را قضیه ملی میدونن الکی فعالن، الکی کار خود را کرده ایستادن، تاثیر میرسونن، اگرچه در بعضی مسائل با ما اختلاف نظر دارن. اما اونهایی که حتی در پهلوی خودمون هستن، حتی میتونیم بگیم که از بدن خودمون هستن، چون متاسفانه گرفتاری بعضی افکار و جریان های فکری و حالا مسئله های شخصی و خصوصی خودشان هستند، اینها یا مسئله رو در نکردن یا در کردند و میخوان به شکل دیگر اون مطرح شود. و ما حالا چیکار باید در این مسئله انجام داده باشیم؟ حالا من چرا این را در مسئله انتخاب وقت هم گفته ایستاده بودم، یعنی دوستان بدانند که کمترین کار در این مسئله بدون مشورت با وکیلان و آدمان تجربه دار و کارشناسان نشده است، چون در اینجا زحمت زیاد به خرج داده شده است. هیچ وکیل نمیخواد که آبروی خودش هم در ترازو مونه به خاطر نهضت یا پیمان یا کدام تاجیک مثلا بعد او متهم به آن شود که یک پرونده خام را برد به دادگاه یا وقتی ناخوب را انتخاب کرد یا موفق نشد. نه، اونا طرز رفتار میکنن که با آب و رو و حیثیت خودشون ضربه نزند. بنابراین وقتی که به این نتیجه رسیدیم که در همین وقت با همین شکل با همین تکتیک ما باید پیش برویم و الحمدلله به همین جا رسیدیم. چون ببینید اگر کمترین اشتباه از ما صادر میشد، چه در حفظ معلومات چه در انتخاب نادرست وقت، تاجیکستان عضو این دادگاه بین المللی هست، یگانه کشور از آسیای مرکزی و دویم کشور بعد از گرجستان از سابق شوروی که این سازشنامه را امضا کرده است و نماینده دارد در دادگاه بین المللی. تا این لحظه های اخیر من نمیدونم الان کی است، ولی تا چند مدت پیش وقتی که ما این مسئله رو پیگیری میکردیم، جستجو کردیم که نماینده ما کی هست تا این بدونیم که چگونه حرکت میکند، فرزند سابق سخنگوی پرزیدنت ظفر سعیدوف بود. حالا در همین شب روز نمیدونم کی است، ولی ایشان هر یک کشوری عضو در اونجا نماینده دارد، در اونجا کارشناس دارد، مفتش دارد، دادرس یعنی قاضی دارد. این خیلی ساده نیست که ما بگیم که انتخاب وقت، انتخاب شکل و تکتیک یعنی خیلی ساده صورت میگیرد. باز تکرار میکنم خیلی از کشورها حتی پرونده ها حزبای قوی نتونستن پرونده خود را حتی ثبت کنند، برای اینکه در راه مانع ها ایجاد می شود، تا کشتن وکیل ها و تا قتل شاهدان و تا حادثه های داریم. وقتی که این مسئله بحث و بررسی می شد، یعنی ما خطرها را هم در ترازو میموندیم که نسبت وکیل ها چگونه خطرها هست. اکثر خطرها، کشتار وکیلان، کشتار شاهدان، کشتار کسانی که این دعوا را پیش میبرند، در مرحله آماده کردن می شود.
چون طرف نمیخواد که پروندهش آماده شود و به دادگاه برود. اما وقتی که به دادگاه رفت، دیگر همه دیگر تمرکز بالای این قضیه میکنند و کمترین تعرض نسبت شاهد یا شکایت کننده یا وکیل، دیگر این مردم جامعه حساسند دیگر و معمولا دیکتاتورها دیگر چندان جسارت نخواهند کرد. خب دوستان گرامی، حالا نمیدونم چند دقیقه شد، حالا یک 5-6 دقیقه دیگر باقی مونده است. این چی تاثیر دارد هم به حکومت، هم به جامعه، هم به ما مخالفین؟ تأثیری از همه قویتر رو به حکومت جمهوری تاجیکستان دارد، چون تاجیکستان این سازشنامه رو امضا کرده است. و اصلا شما تصور کنید، یک مسئله خیلی جالب است اینجا، اینا میخوام مردم هم بدونن. چون تاجیکستان امضا کرده است، اگر قراری دادگاه صادر شود برای حبسی یکی از به اصطلاح فیگورانت های این پرونده، حالا ما چون در دادگاه رحمان هم از بالا شکایت است، وزیران قدرتی، خانواده و خیلی افراد، تا نزدیک بیشتر از 50 نفر شخصیت کلیدی تاجیکستان در این پرونده از بالاشون شکایت برده شده است و این دیگر دادگاه معین میکند که اصلا پرونده باز کند یا نه. اگر پرونده باز کرد، علیه کی پرونده باز کند؟ شما تصور کنید که نسبت رحمان پرونده باز شد، وزیر امنیت، دادستان تاجیکستان، وزیر داخله و حتی هر یک میلیسیونر قطاری تاجیکستان وظیفه‌دار است، هم طبق قرار این دادگاه و هم طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان را در هر کجای دید حبس کند. چرا؟ شاید بعضی ها سوال بدین که در تاجیکستان دخل ناپذیری امامعلی رحمان موافق قانون کنستیتوسیون، موافق قانون پیشوا، موافق قانون پرزیدنت و چندین قانون کودکس جنایتی دخل ناپذیری و تامین شده است و هیچ کس نمیتواند امامعلی رحمان یا اهل خانواده او را زندانی کند. نه دوستان، این خیر نیست، زیرا ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آشکار معین کرده است که در صورت تناقض بین قانون‌های جمهوری تاجیکستان و سازشنامه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده است، اولویت به سازمان‌های بین‌المللی داده می‌شود و سازشنامه‌های یا سازمان‌هایی که تاجیکستان عضو آن هست، طلبات آن جزئی ترکیبی جدا نشونده نظام حقوقی تاجیکستان است. این طلبات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است. یعنی هر یک میلیسیونر، هر یک کارمند امنیت، هر یک پروکورور وظیفه دار است که این کار را انجام دهد. اگر نکرد، پس خودش قانون را ویران کرده است و باید خودش حبس شود. یعنی شما تصور میکنید این چقدر وزن حقوقی دارد. اما شاید سوال شود که پس برای امامعلی رحمان که اصلا نه قرار سازمان ملل را اعتراف میکند یا پسند میکند، نه کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، نه هیچ کس را، این چه نتیجه میتواند داشته باشد؟ بله، عملا میتواند تا یک مرحله، تا یک وقتی که نتیجه نداشته باشد. اما ما صحبت حقوقی است. ما از لحاظ حقوقی صحبت کرده ایستادیم. قرار دادگاه بین المللی درباره نتانیاهو صادر شد که او باید حبس شود. معنی ندارد که فردا نتانیاهو بعد این قرار 6 ماه بیشتر است که گشته ایستاده است، حتی مجارستان آمد، امریکا رفت، ولی او حبس نشد. اما دیگر برای 120 کشور عضو این سازمان، این دادگاه، نتانیاهو یک جنایتکار بین المللی است. به همین خاطر دیگر سفر نمیکند به بعضی کشورها. یا پوتین حتی به آفریقای جنوبی به نشست بریکس نرفت، برای آنکه احتمال حبس شدنش بود، اگرچه رهبریت آفریقای جنوبی گفت که میتواند بیاد، ما حبس نمیکنیم، جریمه میسپاریم به دادگاه بین المللی ولی حبس نمیکنیم، ولی بازم ریسک نکرد. و امامعلی رحمان که سفر زیاد به اروپا و این طرف ها ندارد، اما به هر صورت میاد آلمان، پاریس، ایتالیا، بعضی کشورها سفر میکند. اگر این قرار صادر شد، دیگر راه بسته می شود. و از همه مهمتر، شما صحبت دیروزه یا امروزه وکیل رو در شبکه ازدا یک صحبت کرد در این باره، یک جمله بسیار جالب دارد که یعنی این راه را باز میکند برای زیر پیگرد قرار دادن تمام خانواده، خیلی از مسئولین و حبس کردن اموال خانواده در سراسر دنیا. اینا همه پولشون در همین غرب است، بانک های شویتزاری و آفشوری و بریتانیا و جزیره های ویرجین. خب اینا همه دیگر آشکار خواهند شد و حبس خواهند شد، مالکیتشون در خارج. مسئله رو چندان ساده نگیریم و این خیلی تاثیر بزرگ برای امامعلی رحمان دارد و
برای ملت تاجیک هم شما تصور کنید که اگر ما و شما واقعا درست کار کنیم، جدی کار کنیم در این مسئله، روشنگرایی کنیم، پیام رسانی به ملت شود، نه به این معنی که این اهمیت ندارد، این فایده ندارد، نه، به ملت فهمانده شود که خب بله امام رحمان حالا قدرت دارد، مثل پوتین، مثل نتانیاهو، ولی اون مثل پیشینه نیست که وقتی که در اکران تلویزیون پیدا می شود و صحبت میکند و تبریک میکند یک پرزیدنتی عادی باشد. نه، یک جنایتکار با شما صحبت کرده ایستاده است. یعنی باید ذهن ملت به این آماده شود که اون نفری که در از اکران با شما صحبت کرده ایستاده است، اون نفری که در ورزشگاه میآید، فلان جشن و مراسم یا در فلان تالار، دیگر این یک پرزیدنت نیست، این دیگر یک پیشوا و کدام رهبر دولت نیست، این یک جنایتکار بین المللی است و جنایتکاری ساده هم نه، جنایتکار علیه بشریت، علیه یک انسان، علیه بشریت. بالاجماع گفتی همه بشریت، همون آیه کریمه است که اگر کسی یک قتل عمدن کند یا بشریت را کشته است، یا اگر کسی رو نجات داد بشریت رو نجات داده است. دقیقا در همین مصداقش رو ما در همین جا هم پیدا میکنیم و بنابر همین دوستان این کاری ساده نیست، اما تاثیرش به ما مخالفین و مبارزین. ببینید دوستان عزیز، کسی اگر فکر کند، بعضی برادران روان کردن دیدم که بعضی ها میگن که خب این ما میدونیم که در تاجیکستان حقوق نیست و با این کارها نمی شود، یگانه راه انقلاب است، یگانه راه خیزش مردمی یا دست به یگان مبارزه جدی زدن و میخواهند که با این وسیله این کار حقوقی را یک کمی ناچیز نشان بدن، نالازم. نه دوستان، اگر من یا هر کسی دیگر بگیم که نه این آخری کار است و مبارزه همین است، یعنی پس مسئله رو نشناخته ایم، یعنی آخری کار رو ندیدیم. منم در قطار ده ها، صدها، حتی همین تیمی که بالا این پرونده 4 سال 5 سال کار کردن، ما هم به این نتیجه هستیم که این آخری کار نیست و ما نمیتونیم با این فقط با دادگاه بین المللی نتیجه بگیریم. اما این دادگاه بین المللی اگر قرار لازمی را صادر کند و حتی اگر قرار صادر نکند، همین که ادوکات های ما خودشون به این نتیجه رسیدن که به این قناعت رسیدن و اینها تاثیر میرسانند بالای همکارانشان، بالای جامعه جهانی، که امام علی رحمان یک جنایتکار بین المللی علیه بشریت است با وزیران قدرتیش، این مشروعیت مبارزه ما مخالفین را، مبارزین را، از یک زینه به زینه دیگر میبردارد. اگر ما از یک زینه، حالا در زینه 5 هستیم، از 1 تا 10 اگر بگیریم، این رو به زینه 8 و 9 حتی میتواند 10 بردارد. چرا؟ چون ما دیگر در مقابل یک دیکتاتوری عادی نیستیم. اگر ما مثلا با یک سازمان، با یک کشور، با حتی با ملت خودمان وارد گفتگو شویم که ما مجبوریم دست به یک مبارزه جدی بزنیم، میگه چرا؟ ما میگیم که برای که در رأس کشور یا سر قدرت یک دیکتاتور است. خب میگه مگر در تاجیکستان فقط دیکتاتور است؟ نیمی دنیا رهبرش دیکتاتور است، خصوصا در آسیای مرکزی، خصوصا در عالم اسلام، خصوصا در شرق. خب پس چی باید در همه کشور مثلا مبارزه میدانی باشد و مبارزه جدی و مبارزه یعنی اون حدی اکثری باشد؟ یعنی میتونن ملت، میتونن بسیار از طرفات دیگر، نه اینکه همکاری نکنن، طرفداری نکنن از این، اما وقتی میگیم که نه این دیگر یک دیکتاتور نیست، این یک جنایتکار است، یک جنایتکار اعتراف شده، یا از طرف یک دادگاه بین المللی یا از طرف برخی از جامعه جهانی. چون وقتی که پرونده آماده شد و شکایت رسمی رفت، الکی معنای رو دارد که برخی از جامعه جهانی که با ما همکاری کرد، او را یک جنایتکاری بین المللی اعتراف میکنند. مبارزه مشروع علیه یک جنایتکار، یک دیکتاتور جنایتکار ضد بشریت، به مراتب آسانتر، به مراتب مشروعتر هست از آنه که تنها شما بیاید مبارزه رو علیه یک دیکتاتور مثل دیگر دیکتاتورها آغاز کنید. بنابراین همین دوستان عزیز، اینجا یک باید ما تشخیص درست بدیم و بین این مسائل، و انشاءالله که اگر ما این را درست شناختیم و درست این مرحله رو استفاده کردیم، حتما به یک نتیجه خواهیم رسید. و این صحبت هایی که ما کرده ایستادیم، این هم به خاطر آن است که هم مسئله درست شناخته شود و هم واقعا از ملت، از مردم این را برادروار خواهش میکنیم که در این قضیه خودتان، در این دستاورد خودتان
برادران و خواهران خودتان را کمک کنید، همراه باشید. و اگر در جایی که میبینید که نه امکان کمک علنی نیست، حداقل از ناچیز کردن آن، از ایجاد ناباوری، ناامیدی خودداری کنید و مطمئن باشد که این پرونده یا این شکایت تنها شکایت نهضت نیست، این تنها شکایت پیمان ملی نیست یا شکایت چندین افراد نیست. این شکایت ملت است، از بدخشان سر کرده تا ختلان و سوغد و دوشنبه و حصار و کلاب و رشت و حصار، و از تاجیک و ازبک سر کرده، چون در داخل این همه ملت ها هست، پرونده همه ملت ها هست، همه منطقه ها هست، همه احزاب و گروه هست. این واقعا پرونده ملی هست. صدها پرونده بود، ولی از بین آن 60 پرونده ای از همه بیشتر اثبات شونده انتخاب شد. و چون این نظر وکیلان بود و ما هم گفتیم خیلی خوب، هرچی که وکیلان کار کشته ما میگن انشاءالله همونطور ما رفتار خواهیم کرد. و این نکته رو خواستم که خدمت شما برادران خواهران عزیز و این چنین مردم شریف تاجیک برسانم.